سلام، آنلاین هستید و با رادیوی آزادی. طرح عفو 20,000 نفر در تاجیکستان بسیاری ها را به آزاد شدن نزدیکانشان از محبس امیدوار کرده است. چندی از کاربران پرسیدند که آیا نزدیکان محکوم شده آنها نیز شامل این عفو خواهند شد یا نه. در ادامه برنامه می‌بینیم که واکنش ها به این موضوع چگونه بوده است. ولی برنامه را با ویدیوی از ولایت سوغد آغاز می‌کنیم. یکی از کاربران رادیوی آزادی با ارسال نوار گفته است بازی الک مالی که بعضا با نام قمار هم یاد می شود در بعضی از گوشه های ولایت جای دارد. این نوار را در بازار اتوش در بازار بین شهر خوجند و گلستان ثبت کردند. مؤلف ادعا دارد که در این گونه بازی آدمان بعضا تا 1000 سامانی خود را از دست می دهند. مقامات قبلا از بازداشت چند نفر با جرم تشکیل بازی الک ملیک خبر داده بودند. صاحبان بازی میگویند که آن قمار نیست. این هفته نیز از مهاجران تاجیک در روسیه چندین نوار ویدیویی گرفتیم که یکی آنها را پیشکش شما میکنیم. خلق نمیدونه که کجا بگریزه بعد نماز جمعه. اما درو محکم کردم. اورالو را دید. کاربری از شهر مسکو این ویدیو را فرستاده و گفته است بعد از ادای نماز جمعه ماموران پلیس آنها را در نزد مسجد باز داشته و یک یک اسنادشان را تفتیش کردند. نگرانی مهاجران از آن است که 4 طرفی مسجد را بستند و مهاجران باید تا رسیدن نوبت خود در آنجا منتظر مانند. بعضی آنها میگویند که چنین وضعیت به کارشان در ساختمان و بازارها خلل رساند و باعث به گپشنویشان از کار فرما شد. یک کار بیکار میشیم، کار سرمون میکنن. اینجا میلیون آدم یک فکر کی مو پیشین شو. حالا به شرح‌ها درباره عفو هزاران نفر در تاجیکستان رو می‌آوریم. این عفو بخشیده به 25 سالگی قبول قانونی اساسی تاجیکستان صورت می‌گیرد. ایشان تاج در سامانه رادیوی آزادی نوشته است کسانی را که از بی احتیاطی جنایت کرده بود در محبس نشستند آزاد کنند. آدمکشان و بندیت‌ها را حواله‌شان به خدا. بعضی از ساکنان میگویند افراد محکوم شده باید تا زمان ادای جزا در زندان مانند، چون از یک طرف باعث راه افتادگی عائله‌های جبر دیده می‌شوند و از سوی دیگر مقامات برای تأمین آنها با جای کار آماده نیستند. شهرام یوسفوف گفته است به عقیده من 90% عفوشوندگان اصلاح شدند. آنها مدت زیادی در مؤسسه‌های اصلاحی بودند. مهلت جزاهای مخصوصا وزنین را نیز کمتر کنند خوب می شود، چون که بعضا آنها از بی احتیاطی یا بار اول دست به جنایت زدند. جانانه هم گفته است شاید بعد از نشستن در محبس تیره و تاریک اندیشه شایسته زیستن به سرشان آمده باشد تا مهنت حلال کرده و آرامی جامعه را دیگر خللدار نسازند. خرسند گفته است از این کار نیک خانواده ها خوشحال می شوند، اما بدبختیش در آن است که به هر جای حجت پیشنهاد کردی داغ سودی داری و به کار قبولت نمی کنند. شکرالله 24 در اینستاگرام می گوید که در تاجیکستان اینقدر محبسی بسیار چی در کار. مردم ما در اصل جنایتکار نیستند، آنها امروز از بیکاری جنایت می کنند. حالا نگاه ها به سوی این عفو دوخته شده است و بسیاری ها از آن خوف دارند که این معرکه با فساد آلوده نشود. با امید خوشی شما برنامه را به پایان میبریم. نوشتن شرح و فرستادن ویدیوهای جالب را فراموش نکنید به این رقم هایی که میبینید. تا برنامه آینده، خدا نگهدار.